بچه‌ها به این ویدیو خوش اومدین. من وای پی هستم و امروز اومدیم با بازی رپو. مناسبت این که نت از ملی بودن در اومده، ما اومدیم این بازی رپو رو ادامه بدیم. اسکم هم هست و حالا نره بزن بریم. خب بچه‌ها اومدیم توی رپو از طریق استیم و تمام. آره بزن بریم پلی بدیم. آقا بزن بریم. اصلا اشتباه نکنید، خودم گذاشتم رو 40 فریم. اول از همه چیکار کنیم؟ وسیله قیمتی رو بدازیم. دوستان برای اولین بار میخوام رپو بازی کنم و دارم هم این کار رو انجام. خب اشکال نداره، اشکالی نداره، اشکالش چیه مگه؟ اشکالش چیه؟ بزن بریم. چیزی نبود. خب از اینجایی که نمیشه آنلاین شد، اگه که باید آنلاین میشه. ای وای 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 اون موجود بود پسر. کمک الان میاد قاشم میزنه. کمک من چی شدم؟ چی شد؟ مرز بلم کن کم سوسیس بالا بیارم. عجب سوسیس همش بالا بیارم. من بالا افتادم. گم شد. What the fuck کمک بازم شروع میکنیم. اشکال نداره. اون بار که ما رو دهنمون سرویس کرد جهنم، دفعه بعد که مراقبیم انشاءالله. خب ببین چقدر حرفه‌ای تمامش کردم. تمام به همین سادگی اینو پولدار کردم من. خلاصه بزن بریم. امضای کار همون شد. من از اینجا تا اینجا رگم با اینکه میدونم رپو قبلا بازی کردم و آره این بار میخوام ویدیو لانگ ازش بگیرم که خب دارم میگیرم. بله این ویدیو من اول از همه چی بگیرم اینو بگیرم. کله داد نمیخورم. نه اینجا کم دارم نمیخورم. HP نه گرون است نمیصرفست. 4K میخورم ما اسفهونی هست. 4K دیگه 8K به اندازه همون قدری که قرار بدم بهش و بیشتر دادم. صرفا خرج کن و موفق باشی. آره خلاصه
شوخی کردم دیگه. آپارتا خود گیر نده، گیر نده، من شوخی کردم. خب آقا اوکی، مرسی که این ویدیو رو دیدید و من دیگه نمیتونم به پرو ادامه بدم و آره دیگه دست دمتون گرم که تا آخر با من همراه بودین و تا ویدیویی بعد بدرود.